ما هم قفا نموندیم. همه دستور بویمجان را هر گونه نشان داد. من باشم این طور پیشنهاد میکنم که به نهایت بامزه می شود. آماده میکنیم. اول با بلندر گوشت سینه مرغ، شیبیت، سیر، پیاز، موادهای خوشمزه کننده و نمک و آب میریزیم، میده میکنیم. انا همین گونه می شود. اکنون بویمجان ها را گرفته تونک ریزه میکنیم و محصولات های داخلش را انداخته میپیچونیم. خواطر نشوید کشاده نمی شود. همین که بویمجان تونک ریزه کردگی باشد هیچ چیز نمی شود. بینید عزیزان، در ظرف دیگر کوکورزنی کرخمل، آرد، آب و موادهای خوشمزه کننده انداخته با نمک یک جویا میکنیم. کمک روغنی رستنی هم میریزیم. حالا باشد بویمجان ها را یک تر کرده در روغن گرم میاندازیم و سرخک بریان کرده میگیریم. در اینجا باشد پمیدور را از تراشک میگذرانیم و پوستش را میپرتویم. از بالایش سیر پیاز را میده میکنیم و چیبیت و نمک انداخته یک جویا میکنیم. این زیرابای است. اگر در این تر کرده خورید به نهایت بامزه می شود. خوب عزیزان، این بود دستور امروزه فرمایشی شما. لایک گذاشتید، باز فراموش نکنید.